سلام. امروز اومدم با دستور پخت کیک زردآلو، یک کیک تابستونه خوشمزه و خوشبافت. در مرحله اول مثل همیشه اول قالبمون رو کرمالی میکنیم، یک کوچولو آرد میپاشیم و میذاریم توی یخچال که خنک بشه. 2 تخم مرغ داریم که با 1 قاشق چایخوری وانیل و 1/2 پیمونه شکر مخلوط میکنیم. حین هم زدن دورگیری هم انجام میدیم که تخم مرغ حسابی مخلوط بشه. به هم زدنمون ادامه میدیم تا موادمون حسابی کرمی و کشدار بشه. 1/2 پیمانه روغن رو به همراه 1/2 پیمانه ماست یونانی به مواد تخم مرغیمون اضافه میکنیم و 1 کوچولو هم میزنیم. حالا مواد خشکمون رو 1/1 پیمونه آرد، 1 کوچولو نمک و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو در 3 مرحله خیلی آروم به مواد تخم مرغیمون اضافه میکنیم. 1 پیمونه زردآلوی خرد شدمون رو در نهایت به مواد اضافه کرده خیلی آروم هم میزنیم که پف کیکمون نخوابه و توی قالب میریزیم و روی کیکمون رو تزیین میکنیم که البته دل بخواهه. میذاریمش تو فرن به مدت 40 دقیقه توی دمای 180 درجه نوش جان.